درود و هزاران درود خدمت شما عزیزان. امیدوارم حال دلتون مثل همیشه عالی و بی‌نظیر باشه. خوش اومدید به یونیت 11 از کتاب گرامر فامیلی فرندز 1. کاور اگان هستم، مدرس زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته. عنوان این درس زو تریپ یعنی سفر به باغ وحش یا بازدید از باغ وحش. چه گرامری رو تو این درس یاد میگیریم؟ present simple یا simple present، زمان حال ساده، فعل like برای بیان چیزایی که به صورت کلی دوست دارید و یا دوست ندارید. Part 1. کاربرد شماره 1 like رو اینجا میگه. adjectives یعنی صفت‌ها. صفت یعنی چی؟ صفت اسمیه که صفت واژه‌ای که اسمو توصیف میکنه. گل زیبا، اینجا زیبا چی میشه؟ میشه صفت. یا میگیم nice flower، nice اینجا میشه صفت و امثال اینا. خب من اینو توضیح بدم خدمتون. وقتی میخواید بگید که با ضمایر فاعلی I, you, they, we، ما وقتی میخوایم لایک رو به کار ببریم، لایک بدون اسم میاد. یا I like for example، میخوام بگم از سیب خوشم میاد، اینجا باید سیب که اسم آوردیم باید به صورت جمع بیاریم. اگر اسمی قابلیت جمع شدن داشت با s یا es جمع میاریم. اوکی، میگم I like apples یعنی در کل من از میوه به نام سیب خوشم میاد. یا مثلا میگم we like apples، در کل ما از میوه به نام سیب خوشمون میاد. بعد اگر بخوایم ضمایر فاعلیمون کننده کار هی و شی و ایت باشه، اینجا like ما اسم میگیره، میشه he likes, she likes یا it likes for example oranges. He likes oranges، اون آقاه از پرتقال خوشش میاد، یعنی ذاتاً در کل از بچگی تا الان از میوه به نام پرتقال خوشش میاد. یا she likes oranges یا it likes oranges، اون حیوانه از پرتقال خوشش میاد. اینا رو من جدا نوشتم و خواستم که بدونید لایک و لایکس تفاوتش کجاست. البته تو این درس توضیح نداده که من اینجا توضیح دادم. حالا این جملات ما ساختارشون چی بود؟ افرماتیو یا مثبت. بخوایم منفیش کنیم چه اتفاقی میفته؟ تبدیل به منفی. کافیه بعد I, you، حالا این ضمایری که اینجا نوشتیم I, you, they، we، بعد این یه don't بیاریم و بعدش یه like بیاریم و حالا اون چیزی که میخوایم. برای مثال من میخوام بگم از سیب خوشم نمیاد، در کل از میوه به نام سیب خوشم نمیاد، میشه I don't like apples. اسم همیشه به صورت جمع می آید اگر قابل شمارش باشه. I don't like apples. یا میگم اونا از سیب خوششون نمیاد، میشه they don't like apples. به همین سادگی بچه‌ها. پس قبل از فعل like don't رو میاریم، جمله رو منفی میکنه. حالا اگه he و she و it باشه چه اتفاقی میفته؟ هیچ، به سادگی تمام. میگیم he یا she یا it doesn't رو اضافه میکنیم و like و بقیه جمله. He doesn't like، برای مثال میگیم اون آقاه از مثلا میوهی به نام گلابی خوشش نمیاد. He doesn't like pears. گفتیم اسامی قابل شمارش همیشه با حالت جمع میان. He doesn't like pears. یا میگیم اون خانومه از برای مثال نارگیل خوشش نمیاد. She doesn't like coconuts. شاید بپرسید آیا بعد اینکه لایک رو آوردیم آیا اسم به صورت جمع نمیاد؟ میشه اون اسم؟ بله، اسامی غیر قابل شمارش اسینا نمیگیرن. برای مثال من میخوام بگم از نون خوشم نمیاد، میشه I don't like bread. دیگه نمیگم breads. bread اسم غیر قابل شمارشه. تو فامیلی فرندز 3 وسط های کتاب یاد خواهید گرفت که اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش چی هن. یک بار اونا رو یاد بگیرید که خیالتون راحته. و یک اشتباهی که بعضی از افراد انجام میدن اینه که لایک رو با would like اشتباه میگیرن. would like. من میخوام بگم آقا تو این لحظه الان که من اینجا هستم، حالا خونه مهمونه، نمیدونم کافه است، رستوران یا حالا هر جایی، جشنی جایی رفتیم، میخوام بگم در این لحظه من سیب دوست دارم، میگم I would like که مخففش میشه I'd like an apple. یه دونه سیب میل دارم. نمیخواد بگه به طور کلی از میوه سیب خوشم میاد، به اون لحظه اشاره میکنه که الان من سیب میخوام، سیب میل دارم. پس با این like که برای اشاره به
کلیت قضیه است که میگه کلاً چه چیزی دوست دارید یا دوست ندارید با اون متفاوته. I like and I don't like. خب بریم سراغ این قسمت. I like monkeys. دختره میگه من از میمون خوشم میاد یا از میمون ها. میتونیم اینجوری هم ترجمه کنیم. و اینجا میگه I don't like snakes. از مار خوشم نمیاد. مداد جادویی چی میگه؟ I like and I don't like. این دوتا عبارت are present simple forms، شکل‌های زمان حال سادن از فعل like. فعل like به معنای دوست داشتن. We use ما استفاده میکنیم از the present simple زمان حال to talk about things راجع به چیزهایی که that are true now الان صدق میکنه، الان درسته. affirmative یعنی حالت مثبت خندانه، negative یعنی حالت منفی. میبینید اینم که گریانه، اینجا ناراحته. I like یعنی دوست دارم، I don't like یعنی دوست ندارم. don't مخفف چیه؟ do not. match اینا رو با هم دیگه وصل کنید. جایی که ناراحته میشه don't like، جایی که خوشحاله میشه like. خب میگه I don't like tigers. من از ببرا خوشم نمیاد. I like elephant. I like monkeys. I don't like snakes. از مارا خوشم نمیاد. I don't like parrots. از توتیا خوشم نمیاد. Number 2 write I like or I don't like. بنویسید خوشم میاد یا خوشم نمیاد. خب اینجا خوشحاله یعنی خوشش میاد از میمونا، میشه I like monkeys. Number 3 شماره 3 snakes. میگه من از مار خوشم نمیاد چون ناراحته. I don't like snakes. ببینید بعد از don't like یا like اسممون جمع میاد. giraffes, monkeys, snakes. و این آقا هم میگه من از ببرا خوشم نمیاد. چه ببر مهربونی. I don't like tigers. من از ببر یا ببرها خوشم نمیاد، دوستشون ندارم. Number 3 look and write. نگاه کنید و بنویسید. اوکی. like یعنی شادان و خندان، don't like یعنی ناراحت. الیسن. خب الیسن اینجا فیل رو دوست داره، ما رو دوست نداره، میمون رو دوست داره. خب بریم جملاتش رو با هم دیگه تکمیل کنیم. I like elephants. I don't like snakes. I like monkeys. خب جیمی از فیلا خوشش نمیاد. اینجا شکلک یا ایموجی ناراحته. I don't like elephants. اینجا میگه از مارا خوشم نمیاد. I don't like snakes. اینجا میگه از میمون خوشم میاد، داره میخنده. I like monkeys. خب مامان اینجا چی میگه؟ از فیل ها خوشش میاد، از مارا خوشش میاد، از میمون هم خوشش میاد، از همه حیوان ها خوشش میاد. میگه I like elephants. I like snakes. I like monkeys. و dad آخر سر چه چیزیه؟ dad از فیل خوشش میاد، از مار خوشش نمیاد، از میمون هم خوشش نمیاد، فقط فیل رو دوست داره. خب پس اینجا میگیم I like elephants. I don't like snakes. And I don't like monkeys. Number 4 شماره 4 What do you like؟ چه چیزی دوست داری؟ Then بعدش write about you راجع به خودت بنویس. این دیگه دست خودتونه. اوکی. با پاسخهای خودتون بعد اینجا رو تکمیل کنید. البته من برای نمونه می-نویسم و شما میتونید هر چیزی که دوست داشتید لایک بنویسید، چیزایی که دوست نداشتید I don't like. elephant رو من دوست دارم، مارها رو دوست ندارم، میمون دوست دارم، لاین دوست دارم، فراگ هم دوست دارم. Number 2 I like elephants. من از فیل ها خوشم میاد. snake I don't like snakes. از مار خوشم نمیاد.
monkey میشه I like monkeys. lion I like lions. I like frogs. من از قورباغه یا وزغ خوشم میاد. adjectives صفت ها، صفات. صفت ها چیزی هستند که اسم رو توصیف میکنن یا انتهای جمله به تنهایی میان. مثلا اینجا ببینید it's green، آن هست سبز. اینجا green adjective سبزه. چرا؟ چون داره این موجود رو توصیف میکنه، وصفش میکنه. یا اینجا این آقای میگه they're tall، اونا قد بلندن، داره اونا رو توصیف میکنه، وصفشون میکنه. مداد جادویی میگه green and tall، واژه های green و tall به معنی سبز و بلند are adjectives صفات هستن. adjectives صفت ها describe توصیف میکنند things اشیا and people و افراد رو، مردم رو. adjectives صفت ها stay the same یعنی تغییر نمی کنن، چه فاعل کننده کارت یه چیز باشه چه کننده کارت بیش از یه چیز باشه، صفتت در هر صورت به همون شکل میاد. اوکی؟ این نکته رو داشته باشید. اینجا نمیگیم it's big، اینجا بگیم they're bigs، غلط میشه. they're big، اونا بزرگن. it's big، اون بزرگه. Number 5 شماره 5 match. it's tall، اون قد بلنده، میشه B، زرافه رو گفته. Number 2 it's short، اون قدش کوتاهه. it's short، اون کوتاهه. خب میایم ببینیم قد کدوم از این حیوونا کوتاهه. میایم چک میکنیم و میبینیم ایه، خیلی کوتاه و ریزه میزه است. قدش میشه ای. Number 3 they're big، اونا خیلی بزرگن، خیلی حجیمن، میشه این فیل ها، میشه C. Number 4 شماره 4 they're long، اونا خیلی طولانی، طویلن، D میشه. Number 5 they're little، اونا ریزه میزن، کوچیکن، میشه این دوتا میمونه A. It's orange، اون نارنجیه، این وزغه، میشه F. به همین سادگی. همه اینا چی بودن؟ صفحه 6. خب یه سری واژه صفت به ما داده و اینجا باید اینا رو بنویسیم. They're blue، اونا آبیان. میخوایم بگیم they're lying. They're lying میشه. Number 4 اینا چی هن؟ کیفن. حالا کیفا رو با چه صفتی بیاریم؟ اینجا ورده که red، قرمزن. They're red. ماهی اینجا چی میشه؟ yellow، زرده. میگیم it's yellow. مداد ما اینجا چیه؟ سبزه. خب میشه green، میگیم it's green. خب این چیه؟ ریزه میزه است این مداده. خب میرسیم به این مداده. مداده خیلی اللحاظ قد اندازه کوچیکه. اللحاظ قد وقتی میخوایم چیزی رو بگیم کوتاهه، کوچیکه، میگیم short. میگیم it's short. اگه میخواستیم بگیم مداده بلنده میگفتیم it's long. حالا لحاظ قد زرافه رو میخوایم بگیم. ببینید اینا رو باید یاد بگید. برای بعضی از چیزا برای قدشون از short و long استفاده میکنیم. برای بعضی از چیزا مثل این حیوانه میگیم it's long. it's tall. دیگه long نمیگم. و این میمون هم میگیم they're little، ریزه میزن. چیزایی که به صورت ذاتی میل دارن تو حالت افقی باشن، اینا رو برای بزرگی کوچیکی از لانگ و شورت استفاده میکنیم. چیزایی که ذاتاً به صورت عمودی، نه همه موارد ولی اکثرا اینجوریه، دوست دارن که به صورت عمودی قدشون رو نشون بدن، این میشه tall. شماره 7 circle the adjectives، دور صفت و خط بکشید. true or false، غلط یا درست. right T or F. Number 1 elephants are green. okay. Number 2 giraffes are short. false. زرافه قد کوتاه. نه. Number 3 elephants، فیلا بزرگن. بله. true.
Number 4. Snakes are tall. مارها tall قد بلنده. بعد بگیم long. false میشه. Frogs are little. وزغا یا قورباغا کوچیکن. بله. خب عزیزان امیدوارم نهایت استفاده و بهره رو برده باشید. از خدا براتون بهترینا رو خواست دارم. دوستتون دارم. در پناه حضرت حق موفق و مؤید باشید.